و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود. هم حیات و هم نوع مرگ او عجین با شکوه و عزتی ناشی از تکیه به حق بود. من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد از شهادت زیارت کنم. آنچه دیدم کوهی از صلابت بود و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود. ای امام زمان، ای مهدی موعود محبوب این امت، ما امروز محتاج دعایی هستیم که تو از اون دل پاک الهی و ربانی و از اون روح قدسی برای پیروزی این ملت و پیروزی این انقلاب بکنیم و به دست قدرتی که خدا در آستین تو قرار داده است به این ملت کمک بفرمایید. خداوند انشاءالله شما ها رو حفظ کنه، این آمادگی هاتون رو هم حفظ کنه. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده. و السلام علیکم و رحمت الله.